افراد بود. این 100 مرغ ما بر شما وقتی که سر تخم به محاسبه میکنم 100 مرغ اگر یک کس داشته باشه که طبعا 20 دانه از خروس میشه و 80 تا از ماکیان میشه. در این 80 دانه ماکیان که ما حداقل 70% از این بگیریم، 70% از این مرغا تخم بده، باقیش روزانه تخم نده، این میشه 56 دانه، 56 تخم. این 56 تخم که معمولا وقتی که خروس می داشته باشه، این تخمای از اینا بر ماشیندارا مورد استفاده قرار میگیره. هر تخم از این تقریبا 15 الی 16 افغانی در بازار قیمت داره که سرجم ما هم در 100 دانه مرغ 56 دانه تخم که طبعا بسیار به شکل آسانی گرفته میشه 840 افغانی میشه. این 840 افغانی که اگر احیانا همین کسایی که مرغداری میکنه این دانه را خودشان در خانه که بعد ما انشالله امرایشان همکاری میکنیم تهیه کنن، روزانه 10 کیلو دانه میشه که این ما به شکل اوسط بگیریم 35 افغانی، روزانه بر از اینا 490 افغانی پول باقی میمانه به شکل مفاد. اگر در 100 دانه مرغ اینا فقط 56 دانه تخم بگیرن، ولی احیانا اگر اضافه بگیرن اونم مفادشان اضافه میشه. این ویدیو رو فقط به خاطر از این ما درست کردیم که قبلا هم یادآوری کرده بودیم یک تعداد کثیر از دوستا به همین شکل بر ما پیام میکنن و ما اینجا اکثریت از فرما را از اونا ساختیم، تجربه از این را داشتیم. دیگه بخیر سلامت باشین، وقتتان خوش.